من از چت جی پی تی پرسیدم چی میتونه جلوی گشنگی یه آدمی که رژیم داره رو بگیره و چت جی پی تی به من گفتش که آب ولرم و آب لیمو میتونه گشنگی آدم رو تا 4-5 ساعت بگیره. من اومدم رو تستش کنم ببینم واقعا جلوی گشنگی رو میگیره یا نمیگیره. بریم که تستش کنیم. بریم تا 3-4 ساعت دیگه برگردیم ببینیم واقعا جلوی گشنگی رو گرفت یا نگرفت. 2000 years later. خب بعد از تقریبا 5 ساعت از خوردن آب لیمو با آب ولرم میگذره و اینکه واقعا جلوی گشنگی رو نمیگم کامل ولی تا حدی گرفت. پیشنهاد میکنم واسه کسایی که رژیم دارن امتحان کنن، ولی آب لیموش نباید زیاد باشه، باید آب لیموش کمتر از آب ولرم باشه چون معده رو اذیت میکنه اگه بیشتر از آب ولرم باشه. ولی پیشنهاد میکنم حتما خودتون امتحان کنین اگه یه بار رژیم گرفتین. اگه دنبال ویدیوهای جذاب تر هستی حتما سابسکرایب کن.